توی بازار کابل خدمت یکی از بزرگان جواهرشناسی خاورمیانه حاج حجت الله زرگرزاده که این کارو نسلا در نسل دارن ادامه میدن و تحصیلات دانشگاهیشون رو تو جواهرشناسی 20 سال توی هندوستان گذروندن رسیدیم. راجع به زمرد پنجشیر و تشخیصش از زمردهای تقلبی و زمرد زامبیا سوال پرسیدیم، بهمون آموزش دادن و خواستم ازشون که به شما هم یاد بدن چجوری این باید زمرد رو تشخیص داد. البته معتبرترین سرتیفیکیت ها هم توی این هومه و حتی توی خاورمیانه از فروشگاه ایشون صادر میشه. الحمدلله مسلک ما می زمرد است، جواهر افغانستان است، سنگای افغانستان است که 369 سنگ داریم ما در افغانستان که در آخر سنگای ما هفگنیت است از زمرد. شرط ما که از یف به زمرد و یاقوت افغانستان است. اینا چون زمرد زامبیا به 10 سال قدامت اضافه نداره، ولی زمرد پنجشیر بعد از 500 سال میگه که من جوان میشم. زمرد پنجشیر با کلرتی خود الحمدلله امروز با دنیای کلمبیا جسامت میکنه و از دنیای کلمبیا